مژگان ساکن ناحیه رودکی 17 سال دارد. ماه اکتبر سال 2015 ازدواج کرد و بعد 4 ماه با طفل 3 ماهه در بطن به خانه پدر برگشت. پدر مژگان 4 سال باز در روسیه زندانی است و مادرش بنابر مشکل اقتصادی برای ازدواج بروقتی دخترش به مقامات مراجعت کرد. در حالی که سند اجازت هنوز آماده نبود، مادر دخترش را به شوهر داد. بسیاری پدر و مادرها فکر میکنند که دخترمون کلان میشود و بسیار فکر میکنند که مثال کوچه‌گرد میشود و بسیار فکر میکنند که وقتی که همین نابالغ به شوهر دادیم خلاص میشویم گفتنی گپ دیگه وظیفه نیست در گردن ما نمیشود. فکر نمیکنند که دوام زندگی دختر نابالغشون چی میشود. مژگان از تجربه کوتاه شوهرداری به این نتیجه رسیده است که ازدواج دختر نابالغ به او دشواری و بدبختی می آورد. او برادر و مادرش را سببگار بدبختی خود می داند و می گوید که محض آنها باعث از تحصیل دور ماندن و با این زودی شوهر کردنش گشتند. گفتم اکا نمیگیرم، گفتم خیلی زیوشمون اقلانده و 11 خانم وزی من نو خوندم تمام کردم امتحان سپردستم. گفتن که چی دا؟ گفتن خیلی بچه معقول کده تا زندگی نغز میشوه، بچه که معقول کده باشه نغز میشوه و این میشوه. مسئولیت کردن چون آچم قطعی اکم خواهی کردن. بعد اکم گفت که خیلی خواهر جان گفت مویم فهم. در تاجیکستان سن ازدواج از 18 سر می شود، ولی قانون‌های کشور در حالت‌های استثنایی با حلنامه دادگاه با گروه از نابالغان اجازه ازدواج برمحل را می‌دهند. به خصوص دختران نابالغ که صغیره و بی‌سرابان و یا از عائله‌های ناکاملند. به شوهر دادن نابالغان بدون اجازه دادگاه جنایت است. قانون بر قانون جمهوری تاجیکستان در کودکس عائله نسبت پدر و مادرانی که فرزند خود را به سن بلاغت نرسیده است یعنی به 18 سالگی نرسیده است به شوهر میدن، این قانونی جنایتی پیشنهاد کرده است. یعنی آنها را تا جزا دادن به محبس کشیدن قانون این را پیش بینی میکند. مژگان یگانه دختر نابالغ در تاجیکستان نیست که بر وقت ازدواج کرده است. مژگان نابالغ در خانه شوهر همگی 4 ماه زندگی کرد. میگوید حالا در چارسوی زندگی حیران مانده است. مقامات تاجیک میگویند در سال 2015 حدود 800 نابالغ به شوهر برآمده است، اما سازمان‌های دفاع از حقوق زنان به این ارقام شبهه دارند. آنها میگویند نکاح بیشتر دختران نابالغ رسما ثبت نمیشوند.